شده عزیز و خانم استدیو جن. وایسا مامان، تو میتونی دختر منو گول بزنی اما منو نمیتونی. این چه بی‌ادبیه. من بی‌ادبم یا نوت؟ خدا رو شکر روزی نیست که یه کار جدید نکنه و جیگرمون رو سوراخ نکنه. امروز هم با خبر دادخواست طلاق بیدار شدیم. عزیز خانم، نقشه ها تو دونه دونه خراب میکنم. هیچ جوره نمیخوای بفهمی سلطان، چون من میخواستم این ازدواج صورت گرفت. فقط وقتی من بخوام تموم میشه. این وسط با این کارهای به درد نخورت ذهن دخترتو درگیر نکنه و اوضاع رو خراب نکنه فکر میکنی هنوز حرفت خریدار داره. اما میران دیگه تحت فرمانت نیست، خبر نداری؟ حساب کتابت درست پیش نرفت داره، نتونستی نوبتو کنترل کنی. حالا اومدی گلول و گول بزنی مثل عروسک خیمه شب بازیش بدی، اما نمیتونی گولش بزنی. اجازه نمیدم. مامان کافیه دیگه، من بهت گفتم این تصمیم خودمه. قبلا مادرها از دختراشون مراقبت میکردن، الان دخترها مجبورن از مادراشون مراقبت کنن. خب دیگه دخترم، حواست به مامانت باشه، ببرش تو اتاقش، دست و صورتشو بشوره، یه نگاه به آینه بندازه تا یادش بیاد کیه. از این جریان طلاق خبر داشتی؟ بعد از قضیه گنول میران دیگه هیچی رو بهم نمیگه. مامان بزرگ، مرتی که من تو رو داداش خودم میدونستم، ها؟ تو چه داداشی هستی؟ من نمیتونم بهت اعتماد کنم. میران صبر کن پسرم، داری چی کار میکنی؟ به مامان بزرگم گفتی ریحانو بردم عرفا، کافی نبود الانم بهم خیانت میکنی؟ میران چی داری میگی؟ من نگفتم هیچ کس نباید بره به اون امارت؟ پسرم شما داداشین، چرا دعوا میکنی؟ مگه همچین داداشی هم داریم؟ چی داری میگی میران؟ چه امارتی؟ میران من تصمیم میگیرم مالو از کی بگیرم و به کی ببخشم. تو داری از کی حساب پس میگیری؟ من گفتم نباید کاری به اون امارت داشته باشین، گفتم نباید خونه و آشیونه کسی رو خراب کنین. منم گفتم انتقام مامان و باباتو میگیرم، جیگرشون از جا در میارم. کی دیدی از حرفم پشیمون بشم؟ من میدونم برای چی وارد این راه شدم مامان بزرگ. اگه اینطوریه پس چرا عصبانی شدی؟ دردمون یکیه، اما از این به بعد راهمون جداست. چون تو هرچی بیشتر برنده شدی حریص‌تر شدی، هرچی بیشتر انتقام گرفتی سیر نشدی، با نفرتت همه رو نابود کردی. اما از این به بعد اجازه نمیدم اونایی که بیگناهن اذیت بشن. تنها دشمن من هازار شادوغلوه، گلی نیست، مادرشون نیست، ریحان که اصلا نیست. میدونی من امروز به ریحان پیشنهاد ازدواج دادم؟ اونی که از راهش منحرف شده منم یا تویی میران؟ پس میخوای از انتقام منصرف بشی؟ آره؟ پس میخوای مامان بزرگتو وسط راه ول کنی؟ آره؟ وقتی روح پدر و مادرت در عذابن میخوای با دختر دشمنت ازدواج کنی؟ آره؟ اگه ریحان میگفت آره ازدواج میکردیم. اما معنیش این نیست که انتقام نمیگیرم. تو دقیقا اینو نمیفهمی، برای همین نیازی به حرف زدن نیست. اما اینو بدون، از این به بعد انتقامم و با روش خودم میگیرم و اجازه نمیدم جلومو بگیری. همین امروز با وکیل حرف میزنم و همه اختیاراتمو واگذار میکنم. مامان اسما وسایلمو جمع کن، من دیگه اینجا نمیمونم. میران پسرم، میران میران اون افسری که گردنش بوده در آورده. عزیز اصلان، امیدوارم عمرت کفاف بده و بتونی یه نقشه جدید بکشی.
این چه وضعشه؟ مگه نگفتم هیچ کس گریه نکنه؟ ما مثل اصلا به یه خانواده بی اصل و نسب نیستیم. اینجا صدها سال مال ماست. یه روزایی پشت این دیوارها روزای سختی رو گذروندیم. یه روزایی به خاطر طوفان شدید خم شدیم اما زمین نخوردیم. الان هم همین کارو میکنیم. دوباره برمیگردیم. دوباره اینجا ریشه میندازیم. حتی نوای گلی خانم تو این حیاط بازی میکنن. شنیدی چی گفتم؟ دیگه زود باشیم بریم. بابا من حرفمو زدم هزار. وسایلتونو برداریم بریم. امارت به این بزرگی از دست دادیم، هنوز میگه برمیگردیم. چجوری برمیگردیم؟ تا وقتی این دختر بیخ گوشمون باشه بلا و درد سر ولمون نمیکنه مامان. دخترم کجا داری میری؟ میخوام شیشه شیرم تا وقتی برمیگردیم اینجا بمونه. وقتی اون زن چشم سیاه اومد شیشه شیر منو ببینه تا بفهمیم ما دوباره برمیگردیم. خب دیگه بریم. ناراحت نباش خون بابا، برمیگردیم. برمیگردیم گلی خانم. مگه میشه نیاییم؟ مگه من میذارم غریبه ها شیشه شیرتو بردارن؟ نمیدونم برای اینکه آبرمون رفته ناراحت باشن یا برای اینکه بیخونه شده. ای خدای بزرگ، یعنی ما داریم تاوان گناه کیو پس میدیم؟ نباید دختری که وسط میدون ولش کرده بودن و می آوردیم. اون موقع باید کاری که لازم بود انجام میدادیم. ببینین حالا چی شد؟ به خاطر رحم و مروتمون آواره کوچه و خیابون شدیم. خجالت نمیکشین تو این وضعیت این حرفا رو میزنین ها؟ با وجود اینکه میدونیم میران مسبب همه این اتفاقاست بازم ریحان مقصر بس دیگه. تو هم با وجود اینکه میدونی ریحان باعث و بانی همه چیزه همش ازش دفاع میکنی. بس دیگه، خجالت بکش. ببینم خجالت نمیکشین تو همچین شرایطی این حرفا رو میزنی؟ اینطور که معلومه هر جا بریم دیگه راه من از تو جداست جهان. منظورت چی آزار؟ بابا ما باهات نمیاییم مزرعه. این چه حرفیه؟ نباید از هم جدا بشیم آزار. بابا نه، داداشم راست میگه بابا. ما نمیتونیم زیر یه سقف زندگی کنیم. تا وقتی اونا باشن بچهای من در خطرن. حالا که نمیذاری داداشم بره پس ما بلند میشیم میریم. من حاضرم به خاطر آرامش، اتحاد یک پارچگی این خانواده جلوی دشمن سرخم کنم. اون وقت شما برای پدرتون شاخ و شونه میکشین و مجبورم میکنیم بین بچه هم انتخاب کنم ها؟ الان تو همین اماراتی که به دنیا اومدم با امواتم خداحافظی کردم. امروز که باید بیشتر از همیشه با هم متحد باشین، ببینید چی کار میکنین؟ واسه همه تو متاسفم.
هر کی هر جا دوست داره بره. دیگه نمیخوام ببینمتون. میران اسلان بی، فکر کردی میتونی همینجوری بذاری و بری؟ فکر کردی میتونی ناموستو ول کنی؟ زنمو مامان تو رو خدا ساکت شو دیگه. مردونگیت همینقدر بود؟ برگه های طلاقو گذاشتی تو دست دخترم؟ اون دختری که وسط میدون ولش کردی رو زن خودت شناختی؟ تنها نوه پسری اسلان بیا اینجوری انتقاممون رو میگیره؟ تو وقتی وارد این راه شدی برای گرفتن امارتشون که نه، برای گرفتن جونشون هم قسم خوردی. چی شد؟ چرا منصرف شدی میران؟ زنمو تو دخالت نکن. این مسئله بین من و مامان بزرگمه. واقعا؟ از کی تا حالا تو این امارت من و تو داری؟ برای دختری که میخواست با داداش بی حیاش ازدواج کنه و هن و بندون براش گرفته بود ناموستو نادیده میگیری یاره؟ تا به جای اینکه به فکر این چیزا باشی برو حساب اون آزادو برس. داداش من میخوام یه چیزی بهت بگم اما بگو الیف جون چی شده؟ چیزه داداش، من اون روز قبل از اینکه با آزاد روبرو بشم آبجی گونول رو باهاش دیدم. یارانم باهاش بود. ستایی داشتن در مورد یه چیزی حرف میزدن. بعدن همون شبی که آبجی گونول رو زخمی پیدا کردی داشت برای زنمون تعریف میکرد. شنیدم آبجی گونول خودشو با چاقو زده. داداش الان هم میگه که آزاد منو دزدیده. شاید هم اون کاری نکرده باشه و آبجی گونول باز داره دروغ میگه. ببین گونول چه زن من باشه چه نباشه، اگه باور کنم کسی بهش دست درازی کرده یه لحظه هم صبر نمی‌کنم و به حساب طرف میرسم. اما همیشه اونایی که از گوشت و خون خودم هم از پشت بهم خنجر زدن. تو بهتر از من میدونی گونول چی کار کرده. اگه به روتون نمیارم به این معنی نیست که نمیدونم، برای اینه که نمیخوام شرمنده شین. دختر من چی کار کرده؟ غیر از اینکه منتظر تو بوده دیگه چی کار کرده ها؟ اون بود که تو این خونه میخواست ریحانو خفه کنه. اون بود که خودشو با چاقو زد. بشمرم؟ حالا به هم بگو من به خاطر بازیای گونول برم کدوم بیگناه ها بکشم ها؟ به اندازه کافی بیگناه ها را عذاب ندادیم؟ اون برگه های طلاق امضا میکنه و این موضوع تموم میشه. فیرات خانم نمیخوای جلوی میرانو بگیری؟ نه نمیگیرم. بذار میران فکر کنه انقدر آزاده که هر وقت دلش بخواد میتونه بره. کلید قفل زنجیر نامرئی اون منم. یعنی وقتی اینجوری من متقاعدش نکردم اسما.
یه کاری کردم باور کنه. البته بعضی وقتا یکم گیج میشه، اما آدم وقتی یه چیزی رو باور میکنه به این راحتی ها نمیتونه فراموش کنه. حتی اگه فراموشم کنه زود یادش میاد. میران بالاخره برمیگرده. تا اون موقع کل خونوادش رو نابود کرده و دیگه فکر رفتن به گوشه ذهنشم نمیرسه. گنولو بفرست اتاق من، میخوام باش حرف بزنم. برگه ها رو امضا کردی؟ خیر باشه عزیزم. مامانت اشکتو در آورده؟ وقتی من قبول کردم قرارمون این نبود که میران اون دختره رو بیاره تو این امارت مامان بزرگ. تا وقتی میران از اون دختر دور باشه آتیش درونش بزرگتر میشه. یکی از دلایلش هم زن و شوهر بودن شماست. برای خاموش کردن این آتیش باید اون برگه ها رو امضا کنی. من حرفامو زدم گنو. ضمناً هر دومون خوب میدونیم اون برگه ها رو فقط به خاطر به دست آوردن دوباره میران امضا نمی کنیم. الان برو اون برگه ها رو امضا کن و بیارش. کسی سراغ ما گرفت بگو نیستم. چشم آقا. چمدونا رو بیاری. هیچ تماسی رو وصل نکن. چطور میتونی در مورد یه همچین موضوعی به من شک کنی؟ من دیگه نمیدونم چی کار کنم. به کی اعتماد کنم آقا؟ دیگه خسته شدم از بس بدون اطلاع من کاری میکنین. اگه آدم نتونه به کسایی که باهاشون زیر یه سقف زندگی میکنه اعتماد کنه، پس به کی اعتماد کنه؟ میران، ببین من طرف مقابل تو نیستم داداش. برعکس هر کاری میکنم به خاطر توه. اگه عصبانی بشی دلخورم بشی قبول میکنم، اما اینجوری نمیشه. اینجوری نمیتونی چیزی رو حل کنی. با عصبانیت نمیتونی به جایی برسی داداش. موضوع طلاقتو درک میکنم، اما چرا خونه رو ترک کردی آخه؟ همه این کارا رو فقط به خاطر اینکه ریحان بهت گفته نه انجام میدی. نمیفهمید آقا، نمیفهمید. برای اینکه ریحان بهم جواب مثبت بده باید اعتمادش رو جلب کنم. اما هر بار که من یه قدمی برمیدارم تا اعتمادش رو جلب کنم، مامان بزرگم یه کاری میکنه و همه چی رو خراب میکنه. چاره دیگه جز ترک خونه نداشتم. میران، هم من هم تو میدونیم که رفتن از خونه هیچی رو حل نمیکنه داداش. چون میدونی که خانم بزرگ تا انتقام نگیره دست بردار نیست. هر جوری شده یه رای پیدا میکنم و جلوی مامان بزرگم رو میگیرم. اما الان مهمترین چیز برای من اینه که ریحان منو باور کنه و دوباره به هم اعتماد کنه. من نه بی خیال ریحان میشم نه بی خیال انتقام. چجوری داداش؟ تو اگه بی خیال انتقامت نشی دختر باهات ازدواج نمیکنه. بی خیال انتقام شی خانم بزرگ بی خیالت نمیشه. منم بی خیال نمیشم. از این به بعد ریحان تقاص اشتباهات باباشو پس نمیگیره. آزار برای اون مثل فرشته هاست. آدمی که دلش برای همه میسوزه. ریحان باید چهره واقعی باباشو ببینه. اون موقع من کنارش خواهم بود. اجازه نمیدم ناراحت بشه و از پا در بیاد.
کجا داری میری؟ میدونی دارم کجا میرم مامان؟ چرا با اینکه میدونی بازم ازم میپرسی؟ آخه چرا؟ میرم دفترخونه برای طلاق وکالت. این کارو نمی کنی. نمیذارم بری تا فرمان مرگ خودتو امضا کنی گنول. نزار بره تا ما دخترت برو. بس دیگه، ساکت شو. کافیه. دیگه خسته شدم از دروغات، خسته شدم از دروغای این زن، خسته شدم. کافیه، خسته شدم دیگه از دروغات. خستم. وضعیت تو خیلی بهتره سلطان. وضعیت تو که خیلی وخیمه. ببین دخترت واقعا حاضر صبر کنه تا خوشبخت بشه. تا هم یکم صبر کنی خوشبخت بشی. ولم کن. خسته شدم. مامان از دروغات خستم. مامان آروم باش. مامان آروم باش. مامان خونسرد باش. آروم باش. ولم کن. اینطوری نکن مامان جون. مامان جونم، مامان اینطوری نکن. آروم باش. تو رو خدا آروم باش مامان. نه یا گنول. دختر، این طلاق دیگه برگشتی نداره. بازیایی که این زن تو ذهن مریضش برنامه ریزی کرده برای تو فقط بدبختی میاره. هر باشه باور نکن گلول. باور نکن. حالا که بحث ذهن مریض و وسط کشیدی، به یاد بیار آخرین باری که اینجوری دیوونه شدی چه اتفاقی افتاد. حالا که انقدر خسته شدی پس دوباره تو بیمارستان روانی کارس بستریت میکنم. خوبه؟ حتما دلت برای اتاقای اونجا تنگ شده. آفرین، همینه. آفرین. ببین دخترت اینجاست. پاشو به خودت بیا دخترم، به مامانت کمک کن. پاشو دخترم، پاشو خودتو جمع و جور کن. زود باش. برو دست و صورتتو بشور، لباساتو عوض کن، با دخترت برو. باشه؟ زود باش. آفرین دخترم. برو دست و صورتتو بشور. زود باش.
فقط خداست که زمین نمیخوره، فقط خداست که غیر ممکن ممکن میکنه. به فرمان اسو خان برگشتی همون جایی که میگفتی دیگه هیچ وقت بر نمیگردی. نمیتونی به پاهات فرمان بدی. این چیه؟ نهال درخت زلزلکه. برای اینکه ریشه هامون مثل قلبامون زیر خاکم به هم متصل بشن این نهالو خریدم. بیا هم بکاریمش. واقعا بزرگ میشه؟ آره ما بزرگش میکنیم. این نهال تا وقتی ما زنده هستیم ما به حیات عشقمون میشه. حتی وقتی هم پیر بشیم از این دنیا هم بریم پشت سرمون دعای خیر میاره. یعنی تا آخر عمرت منو دوست داری؟ من هر چی تو رو دوست داشته باشم عمرم بیشتر میشه و هر روز عاشق و عاشق‌تر میشم. عایشه خانم. خوش اومدی نازو. ممنون یوسف. دلم برات خیلی تنگ شده بود. آخرین باری که رفتی قسم خوردی. فکر کردم دیگه نمیای، اما دیدی بازم اومدی. نپرس یوسف، نپرس. تو چنان دردسری افتادم که نه دلیلشو میدونم و نه درمونشو. این چه سرنوشتیه که دوباره من آورد اینجا. اما اون کسی که من آورد اینجا از روی تخت میارمش پایین. یه جوری پایین میارمش که عالم آدم بفهمد با کی طرفه. باشه خوب. آدم نمیتونه با آرامش به جایی که با آه ترکش کرده برگرده. برو کفاره گناهاتو بده ناسو. ببینم اونجا عذاب وجدان دست از سرت بر میداره. اون میران عوضی کجاست؟ بگو بیاد. بیادتش برم کن. میران بیا بیرون مرتی که ولم کن. برو بیرون. ولم کن. باش. گفتم ولم کنی. محل کاره. آرامش مردم به هم نزن. مشکلت چیه؟ من با شما مشکلی ندارم، با اون رئیس نانجیبتون مشکل دارم. میفهمین؟ میران خان نانجیب نیست، این تویی که نانجیبی. آزاد شادوغلو هم به ناموسش دست درازی کردی، هم اومدی اینجا تو محل کارش داری میلاد میکنی. تو دیگه چه رویی داری؟ داداش ولش کنی، نمیفهمه داره چی میگه. چی داری میگی مرتی که ها؟ چی داری میگی؟ چه ناموسی، چه دست درازی؟ حرف بزن. مگه گنول خانمو ندوزیدی؟ خواستی به ناموسش دست درازی کنی، دخترم زد بهش شلیک کرد. مگه دروغه؟ دروغه. من به ناموس هیچ کسی دست درازی نکردم. چشمم دنبال ناموس هیچ کسی نیست. شما دیگه چه جور آدمایی هستی؟ خودتون هر کثافت کاری میکنین بعد میان به من تهمت میزنی. من به گنول اسلام بی دست نزدم. میفهمی؟ زود باش جلال، میریم امارت اسلام بی.
بریم، وقت رو تلف نکنید. دوبله شده داخل سریو جن. امارت به اون بزرگی و ول کردیم، اومدیم یه جای بیدر و پیکر. حالا چیکار کنیم جهان؟ قراره رو هم بخوابیم؟ آزادم که پیداش نیست. جواب نمیده مگه نه؟ جهان یه بلایی سر این پسر میاد، بعدا نگی نگفتم. مامان دیگه چه بلایی میخواد سر آزاد بیاد؟ فقط مونده جنازه‌شو بیارن در خونمون. میکشمت یاران. برو ببینم. جواب نمیداره؟ نه. همون موقع که گفت جلال من بعدم میام نباید اجازه میدادی. جهان این بچه کجاست؟ کجاست جهان؟ دانیل یه لحظه ساکت شو، قربونت برم ساکت شو. آزاد جواب نمیده. بذار به جلال زنگ بزنم. زنگ بزن. این باغچه رو ببین. اینجا هر بازی که دلمون بخواد میتونیم بکنیم. حتی میتونیم دوچرخه سواری کنیم. خیلی قشنگه. بیه دیگه. بعدم بازی میکنیم عزیزم. فعلا کلی کار باشه. ملکه تو ولش کن. خسته میشی. من میبرمش. آقا خودتون هر چی سریعتر برسونین. آزاد فهمیده گنول که تهمتی بهش زده، الانم رفته حساب پس بگیره. خیر باشه عزیزم. اتفاق بدی افتاده؟ ملکه داداش آزاد باز دیوونه شده، داره اتفاقی بدی میفته. داداش رسا میتونی من همین الان ببری میدیاد؟ بذار با آقا خبر بدیم. نه خبر ندیم، قضیه بزرگ میشه. تو هم اگه پرسیدن یه دروغی سر هم باشه. زود باش بریم، زود باش. مامان بزرگ چی بهت گفت؟ دیگه چه اهمیتی داره گنول؟ بعد از اینکه تو اون برگه ها رو امضا کنی هیچی مثل سابق نمیشه. زنمو خواهش میکنم اینجوری نگو. این طلاق به نفع هر دوتاشونه. داداش ولم کن جلال. کارشون نداشته. میگم ولم کن جلال. گلول اصلا می تو چه آدمی هستی ها؟ آخه تو چه جور آدمی هستی؟ مامان برو کنار. گنول اصلا می اون تهمتی که به هم زدی و بگو. من بهت دست زدم آره؟ برو عقب صادقلو. تو کی هستی که سر دختر من داد میزنی؟ با تو بودم. من بهت دست زدم؟ من اصلا بهت نزدیک شدم؟ حرف بزن. فکر کردی خیلی راحت میتونی با یه حرف اسم و شرفمو لکه دار کنی؟ فکر کردی من حساب این کارت ازت پس نمیگیرم گنول خانوم؟ نه آقا، بی خودی خودتو خسته نکن. من تصمیممو گرفتم. مگه نگفتم هیچ تماسی رو وصل نکن؟ آقا اون آزاد وسط میدون رو دنداداش گنول اسلحه کشیده. کافیه دیگه مرتی که. چی شده آقا؟ چی شده آقا؟ آزاد وسط میدون رو گنول اسلحه کشیده. به زور میخواد من قاتل خودش کنه. اگه به این راحتی میتونی پشت سرم حرف بزنی الان جلوی همه باید حرف بزنی. باید بگی آزاد شادقلو به هم دست درازی کرد. باید تو چشم نگاه کنی یا حرف بزنی. نزدیک نشو. یه کاری بکنی. میخواد دخترمو بکشه. ببین اینجام روبروتم. بدون اینکه قایم بشم یا فرار کنم با پای خودم اومدم. اگه ناموستو لکه دار کردم بیا ماشه رو بکش بزن ناموسو بکن. زود باش دیگه. منتظر چی هستی؟ بزن. نمیتونم دستمو ول کنم. معلومه که نمیتونی چون من نه ناموستو کاری داشتم نه دست درازی بهت کردم. چی کار میکنی مرتی که؟ ولم کن.
حسابم با تو جداست میران خان. نشون میدم عوضی. تو روزن کی اسلحه میکشی؟ ای بابا چه خبره؟ اینا رو سواشون کنیم. چیکار دارن میکنن؟ سواشون کنیم. چیکار بکنن؟ ای بابا یکی داره سوا کنه. چه خبر شده؟ خدای من چیکار میکنین؟ بس دیگه گیرشون دخالت نکنین. برید کنار. ولش کن جلال، دخالت نکن. من فعلا با تو کاری ندارم. من با تو مشکل دارم. من میدونم مشکل چیه. تو همون مشکل چالت میکنم. وقتی تو رو نمیخواده دیوونه تر میشی. آره؟ داداش بایستا صبر کن. تو دخالت نکن. بایستا برو اونجا. بریم مردونه. این حرفا نیست. یا زنت اینجا جلوی همه اعتراف میکنه که به هم تهمت زده، فهمیدی؟ یا اینکه باید منو اینجا بکشه تا ناموس خودشو تمیز کنه. مردونگی این نیست رو زن و اسلحه بکشی. اگه مردی منو بزن. من مثل تو نیستم میران خان. نه ناموس کسی رو لکه دار میکنم، نه روی زن اسلحه میکشم. الو. آزاد و میران وسط میدون رو هم دیگه اسلحه کشیدن. یعنی چی وسط میدون رو هم اسلحه کشیدن؟ قطع کن هر کاری لازم باشه میکنم. الو، گوش کن ببین چی میگم. داداش میران تو رو خدای میکشمت. بلش کن آزاد و فیل کن. بلش کن. تو کی هستی ها؟ راهزنی کی هستی؟ ریحان تو برو کنم. ریحان تو دخالت نکن. من با داداشت کار دارم. چه حسابی؟ اول سرت باید به خاطر تهمتی که به آزاد زده حساب پس بده. هم مقصرین هم زور میگین ها؟ آزاد کسی نیست که بخواد به ناموس دیگران چشم داشته باشه. ریحان برو کنار. اون از گوشت و خون منه. برای که سر من آوردین کافی نبود. الان میخوان اونم قربانی بازی کثیفتون بکنی. از ما دور باشیم. به خونه بدم کاری نداشته باشیم. ریحان کافیه بیا کنار. ریحان میگم کافیه. نه کافی نیست. نمیتونم چیزی نگم. با ما کاری نداشته باشیم. استدیو جن دست از سرمون برداریم. بریم سویشو بده. بریم. دست چی شده؟ خوبه. بریم چیزی نیست. پراکندشین ببینم نمایش تموم شد. زود باشین برین دیگه. گذشت دیگه نگذشت داداش اصلا. اسلحه کشیده داده دستش تا تهمتی که زده رو پاک کنه. ترسی که دخترم تجربه کرد براش کافی نبود. تو هم بهش فشار بیار. هر کی نتیجه کارهای خودشو میبینه زنم. پس طریق من به فامیلیمون تهمت زده. اون وقت من باید ساکت میموندم. چه تهمتی؟ تو راجع به چی حرف میزنی آزاد؟ حالا که اینجوری فرمودن وظیفمون قهوه تلخشونو بخوریم. حرفی که اینجا زده میشه همینجا میمونه. اگر تصمیمی هم گرفته بشه انجام میشه. مگه برای همین برنگشتم خونه؟ این زن کجا رفت ایراد؟ نمیدونم آقا نمیدونم. گذاشت رفت چند ساعت هنوز برنگشته. آدم فکرهای بد میکنه دیگه. ببین داداش تو این قضیه رو دست کم گرفتی اما واقعا اوضاع به هم ریخته است. آزاد میشه با تو خوشبخت میشن. اگه تو راه هم سنگ باشه تو اون از سر رام بر میده. نوه ناسوخ خانه شادوغلو باید حشمت خانه حتما ببینه.